مصنف میگویند که تفت فؤادك الايام فتا و تنحت جسمك ساعات نحتا. تفت یعنی در لغت عرب به معنای تضعف و اصل کلمه فت الکسر، شکستن. تفت فؤادك الايام فتا، روزها قلب تو را می شکند. گفتن فتن یعنی شکستنیه، یعنی معیده قلب تو را پاره می کند. به چی معنا؟ انسان اساساً از قلب و از قالب عبارت است. قلب این شاه اعضای انسان است که اگر قلب که از حرکت باز استاد دیگر انسان از این دنیا وفات می کند. قالب باقی مانده اعضاها. اول قلب را گفتن برای اینکه شاه اعضاها هست، گفتن که تفت فؤادك الايام فتا، روزها قلبت را می شکند. یعنی وقتی که عمر انسان می گذرد آهسته آهسته قلبش ضعیف می شود. این قلب هم عمر دارد. وقتی که عمر قلب که به آخر رسید، قلب که دیگر بیکاره که شد، از حرکت که باز استاد، انسان از این دنیا می گذرد. روزها وقتی که می گذرد هر یک روزش قلب تو را کم کم می شکند. گفتن کم کم می برد، یعنی بالاخره رفته قلب تو به آخر می رسد. و تنحت جسمك ساعات نحتا، ساعت ها، منظور از ساعت ها نه ساعت هایی که در نزد علمای فلک است و یک شبانه روز عبارت از 24 ساعت و یک ساعت عبارت از 60 دقیقه است. نه، ساعت گفته عرب ها یک جزئی از وقت را میگویند. مثلا بعد نماز شام تا نماز خفتن یک ساعت است میگن، مثلا یک وقتی هست. ساعت ها وقتی که میگذرد، روزها قلبت را میشکند، ساعت ها جسمت را. جسم که کلانتر است، برای وی را پر را برای تمام کردن چی لازم است؟ وقتی که روزها ساعت ها میگذرد، جسم تو را ساعت ها تشق، یعنی میکفاند و نیست و نابود میکند، میتراشد. حتی مانند بعض علما گفتیان که آهن وقتی که تخته را میتراشد برای هموار کردن تخته و تخته کم میشود. اینو مثلا در زبان روسی نجدک گفتیان، در زبان تاجیکی حتی بسیار کم است استفادهش. بنابراین برای فهمار شدنش همین اصطلاح را استفاده میبریم. مثل روزها، یعنی که خلاصه کلام، مانند ساعت ها، مانند نجدک جسمت را کم کم میتراشد. یعنی تو همین چیز را خوب بدان که هر یک روزی که میگذرد قلبت ضعیف میشود، هر یک ساعتی که میگذرد جسم تو کم کم تراشیده شده ایستاده است، یعنی به پایان رسیده ایستاده است. وقتی که هر دقیقه، هر ثانیه، هر ساعت و هر روز سپری می شود، عمری تو از بین رفته ایستاده است.